یوگا سلام بچه ها، یاسین هستم و خوش اومدیم این ویدیو. و امروز اومدیم با یک گیم پلی خفن از بازی کارستان نمیدونم چیه، ولی هر چی هست در مورد بقا توی آبه، یعنی بقا توی دریایه. و داستانش الان خودم هم نمیدونم چطوریه، ولی میدونم که یک مدل داستانیشه، یعنی این مدل که داستان رو برای تعریف میکنه که چی شده این اومده این قسم، این واسه دریا اومده. و بدون هیچ معطلی آقا بریم سراغ گیم. از صفحه چی بک‌گراند پوششون رو استارت میزنیم. خب گیم از همینجا شروع میشه. اما بد نیست، کیفیت چی بدک نیست. چه چی خبره؟ اوه شیت اوه چه خوب دهی کنم این داستان. چی شد؟ این اسمش چه؟ آچون اسمش نیست. آجی رفت تو کت آب، رفت تو بازی استارت گیم همینجا میکنه. بکنه اختار بختاری در مورد نتبت نده. خب او بین آدم یه تیکه چوبوی هستیم با یه چی هستیم. خب ولی توضیح what the fuck چی باگ بود؟ اوه شیت نازی باله میمونی وی بکش بند نیست. چی میدن آیتم ها رو دیگه چی خوشگله باید بکشی ببری اینجا. بگیر رفت زیر آب. همینجور بردار خود من بیا امیر بیا بردار. الان من باید این بزنمش. تخت چوب هرچی برداریم. تخت چوب هرچی هست بردار. من باید این کشتی یه تیکی چوب رو تبدیلش کنم به کشتی الان، یعنی میتونم بسازم داره. خوب بذار یکم کم تناب مرا میفرستم مرا. بذار تناب هم چطور واسه ببینم الان من کجا باید برم تناب بسازم. یه تنابی باید باش که من بتونم چی کنم. خب تناب چی باید به چی تناب باید بسازم. الان سؤال الفن تناب چطور میتونه باید بسازم، با چی باید بسازم. بردار دیگه، من براتون بردارم. خب ماشاءالله تناب من بردار بساز. خب کجا بس میام اینجا. آقا بذار طولانی ترش کنم بنازم توضیحاتش حالا دارم میده. الان دیگه نمیشه سیستم ندارم نه. خب دیگه چیکار کنم چیکار کنم. وردا من بازی بالی اینو ادامه بدی خدا وکیلی خوبه. اگه پارتای اینم میخواین حتما تو کامنت ها بنویسین که حالا یا بنویسین یا خودم پارتا بعدیشو میذارم، یعنی میبرمش بالاتر دک و دیوار میسازم براش. شاید این پارت نشه دک و دیواری چیزی براش بسازی، ولی این همه وسیله تو دریا چی بود؟
یعنی الان بقا توی دریا همین شکلیه. چقدر باید سخت باشه. گرسنگی، آب، تشنگی، من اینو نمیفهم باید چیکارش کنم. آب و غذا دارم به اندازه. خب الان برای ساخت سوخته تا ساختمان بنازم جامپ برد برم یه دونه دیگه از اینا میشه اینجا خب طولش بستم بریم مواده خیلی تون چیزشو میکشه تنابشو میکشه از بازی هست خب میاری جلو خب خودشون چی میکنن دیگه بلند میشن میکشن دیگه آتما رو جمع میکنن ولی این جمع نمیکنه جای بشه خودت باید دکمه رو بزنی بگیری ایا دوتا باید بیاری اینجوری نمیشه بردار رفت بگیرش رفت علاج کوسه موسه نباید بیاد من که ندارم چیز داره ولی کوسه بیاد بدبخت اوه چقدر آیتم از بقیه گیم ها بیشتر آیتم داره آیتم ها رو از راه دور قشنگ میشه ببینیشون بیا بله گیم نیست لامصب اصل بساز که میخوام قشنگ اینجا رو خوشگل شفت لیفتش کنم که اینجا دیگه نمیشه ای وای چیز نتموم میشه چی بهش میگم چوبه چیه میگیری بیاری این تموم میشه خوب بذار ببینم آیتم دیگه ای هم میشه بسازی انگار آب چکش چوب ماهیگیری نیزه یه چوب ماهیگیری به درد میخوره حالا یه آنلاینش هم پیدا میکنم میرم روز دیگه یه این همچین بازی رو آنلاین پیدا میکنم گیمش لازم واقعا گیمش بد نیست خب این از اینا بساز فقط از این چوبوبا بساز چی رو بساز همه رو با هم یزیدی میخوام برم جلوی قشنگ میخوام اصلا یه بنداز برم بگیریش اونو بگیر ای بابا یه دونه فایده نداره باشد بنازم بگی آیتم رو به دست در آب و غذامون باید چک 24 ساعت باید چک بابا یعنی چی خب درست کن دیگه چک کنم که نه خرادم نشه او چیه یه دونه دوتا ندارم خب این چی کاریه بنازم و بنازم دونده چرنده آیتم ها چرا رفتم رو بر آیتم ها باید بیان ای بر آقا قبول ندارم آیتم مثلا ای بر نیست انا بیافتم تو چی میشه نمیافت تو واجی نمیافت تو قبول ندارم این همه آیتم داریم میره به آیتمی دست ما نمیشه چیز دیگه ای نمیتونم بسازم این همه چی داشتم یعنی لیوانه اوه یس شخصیت های دیگری هم انگار دارد گیم آجی گیمه عالیه اوه بین آزم چیه بیتیره جنو بازی هست بگی رفت بگی دستمون رفت بگی
یواجی پابجی چی بره دیدی پابجی بازه اینجوریه ویراج میرم باش ای آجی چیزم رفت خراب شد یعنی اینو درست کنم چشم من درست میکنم تو جرم بیزه هرچی داری تقدیم کنم من وی 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 بازش که چطوریه حاجی حسال پابجی میگیه میگی حسال پابجی ده خودش پابجی اصلا نگاه شخصیت میگی پابجی خب الان چیکار دیگه بکنم یه یعنی چون مایی 11 بسن برو از اون برو بگارش خب فقط همین رو جایستان اینا رو بزنیم اینو واقعا نیازم بیا اینو بزنیم اینجا خب بنازم در پنجره هم باز شد بیا 13 تا خریدم اشتباه کردم کار اشتباه یعنی چی ندادم برو بر چوب بیا نه این چیه دایی بزنم اینجا فعلا خب اینجا یه چوب میخوام من چوب چیکار کنم خب چوب آب برمیداریم باش یعنی چی خب چه چی خب الان این از این خب چوب بیا اینم چوب بیا یه چیزی هم میخواست حاجی آبم بهتون باشه آبی بزنم روش اینم از آب گیم لامصبه نگاهم خب الان چهار دیگه باید بکنم گیر داری یا گیر المنطق بلازان ازنی چیزه دیگه هم انگار باید بسازیم نه خب بیا بذار جا این بذار اینجا اینو بذار اینجا اینو بذار اینجا اوکی حالا میریم سراغ ماهیگیری خب و وایسیم آی با ماهیگیریش طول کشید ماهیگیریش طول میکشه نکنه یه گازم نرو بگو چیز میزیم میخواه بیا گاز بگیریم یه ذره بردار اینا بیا ماهی کجام در بیم ماهی میخوایم بردار دیگه یه سر میکنه ماهی کنم ماهی گرفت نشد
خب بکش بیرون بکش بیرون. بکش بیرون. نه گرفتی که دیگه. گرفت نگرفت. خود چرا؟ بابا ماهی رو چیکار کردی؟ ماهی رو بده بگیر. باز سر کجا میرسیم؟ نه باید در بره. وای اچه نه باید حلقونه باید در بره. خب برو دیگه. نه بیا بگش بیر. بابا گرفتی دیگه. خب نگاه کن لالا هلالا رو اعصابون ما دارین را میری. ای گرفت مای قرمزه که. خب الان این چطوری بزنم شاک؟ بیا گیری ماهی. برو بریم بقیه چیزو بسازیم. یکی دو تا سه تا چهار. بسه بنام شاید دارم نمیتونم بقیه کار ساختمان. خب این بگیر خود پاکجویی و اصلا نامصب نمیخوردیم. این کارکترش که اصلا یکی کیشه. اونم بگی بیار. خب اونم داره میاره بیار دیگه. خاطری با یکی میاره. کلش گوشته. غذا بزنیم بر بدن. آب بر بدن بزنیم. آبم زدیم. چوب میخواد دوباره آخر. این آب آشامیدنی آبیه ها. آشامیدنی. اوکی همه چی اوکی. خب یعنی آب خوردی. همه آب خوردی؟ ماهی قرمزم بر بدن بزنیم. میخوره. شنم شد. بیجا یا بسونه که آب بیاد. این آبش آبو میگیم. یکی چوبه میریزیم. لیوان بکن. لیوانی هم اینجا هست. واقعا این باله. الحقیقی باله. تو رو بگیرم. یعنی این دیگه الان موسه نداره. داره اوه ماهی رو گرفت. ماهی رو از من گرفت. نه بلش اینو بده. کاری بیت کرد. ماهی رو میزنیم به تو دستگاه. چوب هم میریزیم بروش. آتیش میریم برای شب مبین. ای بابو قرار نبودیم بیاد. نه بذار پوتک بساز. پوتک هم چیزی بساز.
ساخت بیا جلو داری بیا من از اوناشم چی داره میاد داره میاد داره میاد یه درس عرض ادبی یه درس ادبی از پشت کجا میخوام یه درس ادبی از عرض اقلی میگم سیتون درس این برای چی کردنه که واه بدبخت شد بسید این نیزه چی نیزه چی کردم اشتباه نه برد از بس یکم دیگه بسازیم دیگه اصلا دیگه اینجا یازده رقم پر بودیا یه دوستی سابسته این از آن این هم از غذا مالی نشونه بقا پولی مانه آمد نه صدا بدی آمد صدای بدی اومد همین بد بود خب پلی بود از یه بازی بقا توی حالا دریا و جنگل هم میذارم براتون آره یه گیم بود از بازی بقا توی جنگل بود که ای ویدیو بیشتر بخوام براتون میذارم ویدیو آنلاینش هم میذارم بازی آنلاینش هم میذارم که نگاه کنیم و خیلی ممنون تا اینجا ویدیو همراه ما بودیم ولی دکمه لایک کامنت سابسکرایب بهتون نره چنل منم حتما دنبال کنین که تا ویدیویی گذاشتم به دستتون برسه و به هر لایکتون من انرژی زیادی میدیم و دیگه خیلی حرفمون اینم یه گیم واقعا باحال بود و هم گرافیک هم واقعا گرایانش زیادتر از بقیه بود و خیلی ممنون تا ویدیوی بعدی فعلا پیس اوت